ماه کامل می درخشید. ماسه های ساحل مثل الماس برق می زدن. مار بنفش کوچولو نشسته بود روی یه تخت سنگ و زل زده بود به دریا. هر چند لحظه یک بار با ترس پشت سرشو نگاه میکرد. یهو از دور یه چیزی دید. آروم آروم داشت نزدیک میشد. مار با هیجان فریاد زد: هی، یه لاک پشته! آهای آهای، من اینجام! لاک پشت نزدیک شد. سلام، میشه منو قبل از صبح از اینجا ببری؟ لاک پشت با تعجب نگاهش کرد. آخه یه غول و کلی پرنده دنبالم هستن. باشه، ولی یه شرط داره، حرف نزنی. اگه حرف بزنی میافتی تو دریا. باشه من به قل میدم. مار خزید روی لاک پشت و با هم راه افتادن روی آب. نسیم آروم میوزید. صدای زنگوله توی هوا میپیچید. ماهی های رنگارنگ یکی یکی سرهاشونو از آب آوردن بیرون. کاش میشد بهشون حرف بزنم. اما مار چیزی نگفت، فقط چشماشو بست. کم کم خورشید از پشت نیزار سرک کشید. اوهای، مار بنفش! به تو خمه خسر مزری. لاک پشت تکونی خورد و مار پخ افتاد توی آب. چرا این کارو کردی؟ دیدم داشتی تون تخما رو توی خواب قورت میدادی. گفتم یکم آب بخوری که خفه نشی. و بعد با خنده از اونجا دور شد. مار خیس و عصبانی خودش رو کشون کنار نیزار. از بین نیها پیچ و تاب میخورد، اما راهی پیدا نمیکرد. به ناچار از یکی از نیها بالا رفت و به دور دستا نگاهی کرد. نسیم نیها رو تکون میداد. صدای زنگوله توی نیزار میپیچید. یهو یه قورباغه داد زد: هی، پایین نیا، ما میخوایم با صدای زنگولت آواز بخونیم. و بعد همشون با هم شروع کردن به قورقور کردن. بس کنید دیگه، سرم گیز رفت. قورباغه ها ترسیدن و هر کدوم پریدن به یک طرف. مار خوشحال شد و خواست بیاد پایین. یهو خودش رو توی چنگال یه عقاب بزرگ دید. قورباغه ها از لای نیها بیرون پریدن و براش شکلک در آوردن. عقاب داشت میرفت بالاتر که یک دفعه یه دست ملخ جلوش ظاهر شدن. مار از فرصت استفاده کرد و پای عقاب رو دندون گرفت. عقاب از درد داد زد و چنگالهاش رو
باز کرد. مار افتاد روی گلهای آفتاب گردون کنار یه مزرعه گندم. چشمهاشو بست و از هوش رفت. بچه ها ادامه این داستان رو ببینید. یه ماجرای